آقا سلام، خیلی مخلصم. آموزش این دونات‌های خوشمزه رو بردم براتون ببینید و بپزید و لذت ببرید. موادش هم کامل تو کپشن نوشتم. مواد ماه خمیرم و به آب ولرم اضافه میکنم، یه همه ریز میزنم، یه 2 دقیقه میذارم استراحت کنم. بعد از این ورم مواد رو همه رو با هم قاطی میکنم، مواد آبکی رو یه همه ریز میزنم. بعد آردو میریزم، بلا فاصله پشت بندش ماه خمیرم هم میریزم. میبندیم زیر دستگاه با دور کند، یعنی دنده یک. موادمون خوب مخلوط میشه. بعد اینکه موادمون خوب مخلوط شد خمیر رو میاریم بالا، یه استراحت 5 دقیقه‌ای بهش میدیم، روش هم با پلاستیک میکشیم، با ورزنه پهنش میکنیم، یه قالب خوشگل براش میزنیم و تمام. وسطاش هم یه سوراخ کنیم.